با آمد ماه شریف رمضان این گروه احسانکار تصمیم گرفتند. امسال به این گروه 150 عائله نیازمند درخواست فرستادند. آنها تصمیم دارند که در این روزهای ماه شریف رمضان به احسانکاری دست بزنند. این گروه احسانکار 4 سال پیش سازمان یافت. روزهای اول تأسیس یافتن این گروه خیریوی یک چند نفر را تشکیل میداد. حالا باشد اعضایان آنها به 131 نفر میرسد که در این گروه آموزگاران، طبیبان، مهاجران، تاجران و دیگر قشر جامعه اعضا می باشند. مقصد اساسی آنها دستیاری کردن به یتیمان، بیوه‌زنها، نیازمندان می باشد. آنها همه ساله 10 مراتبه با این احسانکاری دست می زنند. این جوانها یکی از اعضایان گروه دست خیر می باشند. آنها امسال تصمیم گرفتند که پیش از ماه شریف رمضان با اعضایان گروه به نیازمندان شکر، برنج، گوشت، آرد، سبزی، روغن، کارتوشکا، پیاز و دیگر موادهای آذوقه‌واری برده رسانند. Oila taraf Hazreti Mevlana 7 milyon kilometre inşallah beraber. برای 5 oila داخل شهر dolgu باشید. oila نیازمند حدود شهر دوشنبه نویه سینا dolgu باشید. البته در این ماه مبارک خرسند کردن یتیمان و بیوه‌زنها فعالی نیک است. ناگفته نماند که در برابر مردها زنان و مادران در این گروه نیز فعال هستند. آنها نه تنها کمک پولی بلکه کمک جسمانی نیز میرسانند. این جوانان الکی درک کردند که این مال و ثروت به خیر و احسان کم نمیگردد. برعکس از خیر و صدقه و احسانکاری مال دولت آنها 10 چند زیاد میگردد. 5 oila alakay tarafi Nuriye Firdavsi رو سپارش شده ایستاده‌ایم و دستی خیر dolgu باشد. 5 oila طرف مسکن و شهر بغداد. یک فردوسی شهر دوشنبه برای مردم دست خیر dolgu. برای 7 oila 5 oila bir şehirde 2 tergeç ve şehirde. قبول و مقبول گرداند دستگیری آخرت آشد. آمین. آمین و رب العالمین. الله اکبر. ای خواهر و دادرکو رو هم گفتن پتینکوشون رو داده اینجا برای دو پری تقسیم کردیم شونه دادراشون ده خواهراشون ده خودشون ده همشون ده خدایی که با من خیر سخاوت کرده خدا پروردگار و نگهبان شد. خداوند خیرشون در این ماه شریف رمضان و در این ماهی که اومده شکر باشن در غم نبینه خداوند کریم ای بچه‌ها تحصیل کنه. آمین. رحمت کن. روی دست خیر الله برکتون تین ما تمام کردیم. الحمدلله نازنین به فضل الله پاک امروز عکس ما گذرانده شد و ما توانستیم که به 150 عائله نیازمند کمک خود را رسانده باشیم. از این فرصت مناسب استفاده برده تمام اون نفر آن صاحبکارانی که در این کار خیر سهم خود را داشتن مینداری هم خود و هم اشتراکچیان همین گروه را میرسانم و چی گفتنیم برادرای عزیز همه کسا دعا کنیم برای هر یک نفری که در این کار خیر سهم داشت و اون نفرایی که در گروه دست خیر اعضان و در این کارهای خیر اشتراک میکنند. چگونه که پرزیدنت مملکتمون وصیت میکند هر کجای یتیم دیدید سری آنها را سیله کنید. آنها به سیله دست ما نیاز دارند. از همه شما احترامانه خواهش مینمایم که اگر امکان دارید دست نیازمندان، یتیمان، بیوه‌زنها را در این ماه مبارک گیرید. باقی در امان خدا نگهبان شما.